امروز می‌خواهیم در یک ویدیوی کوتاه و ساده یکی از مهمترین زمانهای زبان انگلیسی یعنی حال ساده را یاد بگیریم. با هم مثالهای واقعی می‌بینیم. نکات مهم را یاد می‌گیریم و در انتها تمرین کوتاه هم خواهیم داشت. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید تا به راحتی بتوانید با حال ساده انگلیسی حرف بزنید و جملات درست بسازید. زمان حال ساده یکی از زمانهای پرکاربرد در زبان انگلیسی است که برای بیان کارها، عادتها، حقایق و احساسات به کار می رود. ما از حال ساده در چند موقعیت اصلی استفاده می کنیم. کارها و عادتهای روزانه. زمان حال ساده برای بیان کارهایی که معمولاً انجام می دهیم یا جزء عادتهای ما هستند به کار می رود. به طور مثال I get up at 7 o'clock. من ساعت 7 بیدار می شوم. She drinks coffee every day. او هر روز قهوه می نوشد. حقایق عمومی و واقعیت‌ها برای گفتن چیزهایی که همیشه درست هستند یا یک حقیقت علمی اند از حال ساده استفاده می کنیم. مثلا The sun rises in the east. خورشید از شرق طلوع می کند. Water boils at 100 degrees Celsius. آب در 100 درجه می جوشد. برنامه‌های ثابت و زمانبندی‌ها. وقتی درباره برنامه‌هایی صحبت می‌کنیم که زمان مشخص و ثابتی دارند، مانند برنامه قطار، کلاس یا فیلم، از حال ساده استفاده می‌کنیم. The train leaves at 9 p.m. قطار ساعت 9 شب حرکت می‌کند. The class starts at 8:30. کلاس ساعت 8:30 شروع می‌شود. احساسات، افکار و عقاید. برای بیان احساسات، سلیقه‌ها و باورهای خودمان هم از حال ساده استفاده می‌کنیم. I like pizza. من پیتزا دوست دارم. She thinks it's a good idea. او فکر می‌کند این ایده خوبی است. در ادامه به نحوه ساخت جمله‌های مثبت، منفی و سوالی در زمان حال ساده می‌پردازیم. در جمله‌های مثبت زمان حال ساده ابتدا فاعل می‌آید و سپس فعل. فاعل همان انجام دهنده کار در جمله است، یعنی کسی یا چیزی که عمل را انجام می‌دهد. نکته مهم این است که برای فاعل‌های He, she, it. در پایان فعل اس یا ایس اضافه می‌شود. در ادامه فاعل‌ها و معانی آنها در زبان فارسی آورده شده است. فعل اصلی کاری است که انجام می‌دهیم. مانند وقتی می‌گوییم Play. یعنی بازی کردن، Go. یعنی رفتن، Eat. یعنی خوردن، Study. یعنی درس خواندن. یک نکته خیلی مهم این است که وقتی فاعل She, he, or it. باشد به فعل اس یا ای اس اضافه می‌کنیم. برای مثال اگر خودمان بگوییم I play football. یعنی من فوتبال بازی می‌کنم. She plays football. اما اگر درباره او حرف بزنیم می‌گوییم یعنی او دختر فوتبال بازی می‌کند. He goes to school. یعنی او پسر به مدرسه می‌رود. در زبان انگلیسی هنگامی که فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد، he, she, it فعل جمله تغییر می کند و معمولاً به آن اس یا ای اس اضافه می شود. در این میان چند قاعده وجود دارد که باید به آن توجه کرد. اگر فعل به حرفی که در متن به آن اشاره شده است ختم شود، در پایان آن ای اس اضافه می کنیم. به طور مثال Watch watches. Go goes. همچنین اگر فعل به وای ختم شود و پیش از آن یک حرف بی صدا قرار گرفته باشد، حرف وای به آی تبدیل شده و سپس ای اس به آن افزوده می شود. به طور مثال استادیس. رعایت این قواعد برای ساخت صحیح زمان حال ساده در جملات سوم شخص مفرد ضروری است. ساختار جمله منفی در زمان حال ساده به این صورت است: در این ساختار ابتدا فاعل می آید، سپس فعل کمکی دو یا داز بسته به نوع فاعل قرار می گیرد. بعد از آن نات می آید تا جمله را منفی کند و در پایان فعل اصلی به صورت ساده و بدون اس استفاده می شود. اگر فاعل جمله I, you, we, they. باشد از do not استفاده می کنیم و اگر فاعل he, she, it باشد از does not استفاده می کنیم. برای مثال I don't like tea. من چای دوست ندارم. She doesn't like tea. او دختر چای دوست ندارد. They don't play football. آنها فوتبال بازی نمی کنند. به این ترتیب با اضافه کردن Don't. قبل از فعل اصلی جمله از حالت مثبت به منفی تبدیل می شود.
این اسلاید درباره ساختار جملات سوالی در زمان حال ساده توضیح می‌دهد. در این ساختار از دو و داز در ابتدای جمله استفاده می‌کنیم تا جمله خبری را به سوالی تبدیل کنیم. نکته مهم این است که دو برای فاعل‌های جمع و داز برای فاعل‌های مفرد به کار می‌رود. همچنین وقتی از داز استفاده می‌شود، فعل اصلی دیگر اسم نمی‌گیرد. به طور مثال، Do you play football? آیا تو فوتبال بازی می‌کنی؟ Does she play football? آیا او دختر فوتبال بازی می‌کند؟ Do they like pizza? آیا آنها پیتزا دوست دارند؟